خوش اومدید به ولایه. یه روزه بریم شمال برگردیم. چقدر آینه کثیف بود. میبینید من صدام انقدر آرومه به خاطر اینکه مامانم خوابه و میریم مغازه الان و بعد از مغازه میریم به سمت شمال. این دامن رو پوشیدم، بعد با این ستش دادم و با این تاپ صورتی که با ناخنم زده. به خاطر اینکه داریم جا به جا میشیم و اینا اصلا هم دست نزدم تا وقتی که دیگه بخوایم کلا جا به جا شیم. گرممه. قراره بریم و یه روزه برگردیم. من زیاد لباسی بر نداشتم، یه دونه فقط تیشرت برداشتم و شلوارک و یه شلوار. من الان آماده با لباسام هم تو چیزی نذاشتم به خاطر اینکه میذارم تو ماشین دیگه، ستی که بیشتر نیست. یه خورده با هم دیگه صحبت کنیم. شما از توی این استا منو شناختین. در کل بخوام بگم دوستی به اون صورت ندارم، یعنی الان در حال حاضر، و چون نمیتونم زیاد تحمل کنم دوست هایی رو که بخوام پشت سر صحبت بکنن، یا چون بعضی اوکی هم با این قضیه میگن پیش میاد فلانه صحبت میکنن مثلا صحبت بکنن یا بخوام بد بگن راجبه یا پشتت نباشن. من اصلا نمیتونم چنین دوستیایی رو تحمل کنم و اصولا هم نمیمونم و خیلی دوستای زیادی داشتم، خیلی زیاد، بیشتر از این که فکرشو بکنید. ولی از یه جا به بعد میبینی که آخه واسه چی؟ الان در حال حاضر هیچ دوستی ندارم به غیر از یکی که اونم خیلی بهم دوره، شمال همونجایی که الان قراره بریم، ولی خب نمیتونم ببینمش چون رشته. حالا شاید تونستم ببینم، شاید هم نتونستم. اینو دیگه شما میبینید، یعنی اگه بزنید جلو میبینید که من دوستامو ببینم یا نبینم. فکر نمی کنم، ولی God knows. به شدت جدیدن حس تنهایی خیلی میکنم، نمیدونم چرا، و خیلی جدیدن زیاد گریه میکنم. اصلا هم حال روحیم زیاد خوب نیست فکر کنم. ولی اینکه بعضی اوقات میشینم و پیام‌های شما رو میخونم تو اینستاگرام جواب میدم، خیلی رو کمک میکنه. میبینم بعضیاتون خیلی با ذوق صحبت میکنید، در مورد من خیلی من لطف دارید، خیلی چیزای قشنگ مینویسید، خیلی بهم کمک میکنه. واقعا جدی دارم میگم، خیلی دوستتون دارم. خیلی ممنون که منو نگاه میکنید. مهمترین چیز و شارژرمو داشت یادم میرفت. پر یخ کردمش بچه. راضی؟ بچه من مامانم گفت اینو بپوش و خیلی بهتر شد به نظرم. رسیدیم کاش نمی‌رسیدیم. تو راه بودیم، خوش بودیم. الان متوجه نشده بودم که چقدر دامن راحته. نمیتونم بیشتر بهتون نشون بدم بچه، ولی خیلی راحته. شدت گرمه. دارم عرق میکنم. دارم کوچه هم چیکار میکنم، نذاشتم بخوابم. اصلا مامان من نخوابید. یعنی بیرونم ما رو ول نمی‌کنه. بچه‌ها حقیقتا من به خاطر این مجبورم دست مثلا عوض کنم، می‌خوام بگم مامانم گیر داده که ما رو میزنن و شال خودش هیچ وقت سرش نیست. من همیشه حجاب رعایت می‌کنم، ولی همیشه ما میزنن خودم گل میزنن. آخرین سری به خاطر تو بذار گردنتون نیفته. دقیقاً. میگم مامان یخ می‌خوای گرمته؟ میگه میریم بیرون میگیریم. میگم من گذاشتم. میگه خب بیرون میگیریم. یعنی زحمات منو صفر می‌کنه. این همه زحمت کشیدم، از دیروز یخ پر کردم، یخ گذاشتم. یخ چقدر طول میکشه تا یخ شه؟ از دیروز میاد. آره دیگه، یخ که 2 ساعته یخ نمیاد. 2 ساعته میشه؟ نمیدونم. دختر که نیست، حلال یه کارچه جواهر. واقعا بابت این نعمتی به این قشنگی چجوری از خود قشنگ. خیلی قشنگه بچه. گوهر و جواهر، زندگی مادر، همه کس و کار من، الهی دورت بگرده مادر که خدا نکنم. من بسته دیگه. اومدیم خرید کنیم برای تو راه و برای اونجا. بعد ما نون نمیخوای؟ چی تو هر کسی باید تو بردارم.
دیگه مامانم یه سه چیزا که نیاز بود و گرفت. الان میخوام بریم اون یکی هایپر، برم اون یکی بگیرم یکم، بعدش بریم سمت مغازه. بچه من یادتون باشه تو ویدیو خدمتکار بود فکر کنم که من 24 ساعت خدمتکار واسه شده بودم، از اینا گرفتیم و الان موهیتوشو گرفتم، خوشمزه بود برام. تبلیغ بچه‌ها، اسپانسر برنامه‌مون اج و آره چیز خوشمزه‌ایه، امتحان کنید. ولی این عسل و خردل چاکرزی که اینا هست من همیشه چیزشو میگرفتم، ولی این از همشون خوشمزه تره، حتما بگیرید. فقط من اینجوری تیپ زدم انگار دارم میرم سواحل آنتالیا به قول مامانم. والا دیگه کاری که دستم برمیاد، خوشحالی نیاز به تیپ زیبا. برم کم کم دستشویی، بعدش دیگه بریم تو راه. داریم میریم. دوام این چه تزی بود من دادم که دامن بپوشم. بالاخره در رو برات باز نمی کنم، دور ندارم که بابا وای نمیتونم باز کنم. بچه من واقعا یه آدم بسیار سستستی هستم. مرسی. خب بچه بریم که دیگه خسته شدم. مرسی بابا گوشیم بچه ما تو راهی، من ویدیو نمیگیرم به خاطر اینکه ویدیو میگیرم آهنگ نمیتونم بذارم، در نتیجه بدونید که تو راهی. ما بگم ما تو بگو چی بچه نزدیک حالا قزوین ما رفت نکردیم عرض کنیم دمزادهاشون نزدیک. بابا خب نوشته 100 کیلومتر دمزادهاشون مونده، خب نزدیکیم دیگه. 100 کیلومتر مونده یعنی نزدیک. حالا شرک صنعتی قزوین من به کوین هم نرسیم. نوشته 100 من چیکار کنم؟ هیچی بخند. خنده میکنی؟ تو بخند مادر. ما الان 100 کیلومتر به دمزادهاشون مونده. اگه نظری من درست میگم درسته، ولی خب از دیگه تو کجایی تو میگه نزدیک همزادهاشه؟ بالاخره نزدیک همزادهاشه. بریم که برسیم. خسته دارم میشم کم کم. بچه ها کم کم رسیدیم و شنگ ما بوی بیجارا، بوی برنج توی بیجارا خیلی خوبه، دلم خیلی تنگ شده بود. الان داریم میریم سمت با بزرگم و دایی کوچیکم که دایی با ماشین خودش میاد آقا جونم رو بردارم. خیلی من موهام داره میچسبه به صورتم بچه ها، من واقعا حسش رو دوست دارم، ولی مامانم دوست نداره. مگه نه؟ من خیلی دلم تنگ شده بود، دوست ندارم، دلم تنگ شده بود. بعدش هم میخوایم بریم نیشان. بالاخره رستم بابار. بچه اینجا کوچه تو بچه بودی به رستم آباد بودی رستم بابار. نه یادم نمیاد. اینجا کوچه‌ایه که بچه‌ها من با دوچرخه خوردم اینجا، منو پسر دایی مسیحا همیشه ناجیره بود. با دوچرخه خوردیم تو دیوار و من 3 متر پرت شدم به هوا و داشتم میمردم. مسیح میرم تا مامانم بهم برسه، یکم راه برم، خسته شدم تو ماشین نشستم انقدر. بعد دیگه برسیم به هم دیگه که بریم به سمت ویشان. خیلی دوست دارم اونجا رو، قشنگ بهشته. حالا جلوتر میبینید که چقدر خوشگل و خفنه. من اینجا بهتره که جلوتر نرم چون یه خورده دامنم کوتاه، ممکنه که قشنگ نباشه. آره آقا جونمه داره میاد پایینه. آقا جون قربون شما خوبی؟ که اینجا سمت رستم آباد به خاطر اینکه یه خورده متخونه و بجار و اینا داره، خب بیجار به زبون محلی اینجا میشه دیگه. اونا نمیدونم بیجار چجوری برنزار. بعد واسه هم یه خورده شرجی، یه خورده که نه خیلی شرجیه. بعد که میری سمت کوه یا همون جایی که ما هستیم ویشان، اونجا هوا خیلی
خنک و باحاله. حالا میریم میبینید. دایی کوچولو برم شو محمد. چرا من ماشین سفیده؟ محمد آرومتر میشه ببین. من میخوام با شمامانم برگردم. محمد دایی کوچولو بچه سلام کن به بچه‌ها بله. سلام کن. این بود که محمد تو کادر. تنها کار مثبتی که من کردم این بود که گوشیم زدم شارژ و گوشیم شارژ داره، وگرنه من هیچ وقت گوشیم شارژ نداره و همیشه داره خاموش میشه. آب محمد رو میخوریم. دقیق کردم 90,000 تومان. دمت گرم. مدین آبه دیگه. بچه ماشینشو نشونتون بدم پشمات میریزه. خدا اینو نگاه کن. عالیه. این دیگه چی داره تو ماشین؟ اینم خودش. تو روشن کنه آخش. بچه با کیفیت منو ببینید. محمد جون. من واقعا وقتایی که میام شمال روحیم خیلی عوض میشه، چون کسایی رو میبینم که از بچگی باشون بزرگ شدم. من با دایم از بچگی بزرگ شدم، با پسردایم همین. حالا پسردایم خیلی کمتر میبینم جدیدن، ولی دایم و دوستامو میبینم قشنگ روحیم خیلی عوض میشه. انقدر هوا خوبه. هوا مثلا هوا میدونی هوای چیه؟ هوای اینه که تو هودی بپوشی بیای. اینقدر الان سردم من یکم. لباسمو عوض کردم. خیلی راحتم. بعد وقتی سرساز زیاده اینجا اصولا اینجوریه. بعد دیگه بریم فکر کنم علی یکی از بچه‌ها میخواد بیاد. بریم پیش فکر کنم یکم پاسور ماسونه بازی کنیم. داشته باشید. باقری محلی. بعد دوباره باید تداکم کنی. بچه‌ها باید ببینن. علی تا من ویدیو میگیرم ساکت میشه. نگاه کن. بازی کن مینی با بازی کن. معلومه که من حاکمم. گریه کن. حکم خشت بود. این محمد، این من. نو بچه ها عشقتون اومد. سلام ستاره. پسر رفتم تو این کلاس انگلیسی عادیه گفتش چرا دیگه ویدیو رو نمیذاری؟ به تو گفت؟ یه بوس میدی بچی؟ چند تا بونه میگیرم، خیلی هم خوب میگیرم. حسین چطوری؟ خوبه. جمله بندی 100 از 100. امیر حسین داداشم پسر عممه. بابا خیلی وقت الان گروهی واسه نه والا 1 میلیون بنده. محمد 1 میلیون گرفت. بزن خارج. با من ویدیو. علی ایجا. علی گوشی تنگ کرد. برو خرج. 29 میلیون داری تو. 29 میلیون اینا همه چیزه داشت. اینا محمد تو چقدر داری محمد؟ من 6 میلیون دارم ولی اینجاش این مهمتره. واسه من توش نمیرم. چقدر آدمای پولداری هستیم. هنوز به مرحله نرسیده. این فیلتر شکنش کار نمیکنه. الان بعد غمگین نباش. دیگه نمیخوام. آقا مرسا علی. اینجا داشتیم راجع به این صحبت می‌کردیم که چون محمد تو موبایل فروشی کار میکنه باید زودتر از ناتکوین سر در می‌آورد و به ما میگفت. من مگه بیل گیتسم آقا برام ارز دیجیتال و اینا رو در بیارم. مربوطه به گوشی بازیه. تو باید از گوشی سر در بیاری. من نمیفهمم. منطقیه. آقا یه لحظه. آقا اینو وایسا. ببین تو کبابی نیستی. مثلا گوشت شتر میارن با گوشت مثلا اوراق میارن. میفهمم داش نمیفهمی. خب محمد من تو کبابیم. راجع به گوشت و مرغ و کونه مرغ چقدر، دل مرغ چقدر، جیگر مرغ چقدر، اینا رو من میدونم. ندونم چی خاک بر سرم. ولی خب ببین وایس من الان تمام این آقا تو لوله کشیه. لوله کشی میدونه مثلا این چقدر حدودش میدونه. این زن خانم تو کرست فروشیه. کرست دستشه آقا. کرست دستشه سینه بقیه که دستشه از ناموس. آقا از دور ببینه. آقا این از دور ببینه میگه این 65 این 85 این 95. خب از دور میبینه. من حالا میشه من منطقه‌مو بگم؟ نه. اپلیکیشن تو گوشیه پس اون اپ یعنی گوشیه. هر چی از تو گوشیه. سایت تو گوشیه پس تو گوشی شناسی تو و بعد میشناسی. گوی گاوو تو چونش حد بزنی. محمد این تو خود نگرفتم. مگه به
بچه این عروسک 3 سالگی منه واسه چیزم گرفته بودم سیسمونی گرفته بود ما بزرگم برام خیلی دوستش دارم. برای چی شما؟ بچه همینطوری که تو کی برای من شیشه بود؟ من بازی داره تموم میشه من تازه دارم میکارم. من انتقام من دنبال دیگه برد نیستم من که باختم. الان انتقام از امیر حسین بگیرم. سلام صبح بخیر بچه‌ها. من بیدار شدم فکر کنم 1 ساعت اینا پیش. بعد الان آماده شدیم میخوایم با مامانم اینا بریم پایین میخوایم یه وسیله بگیریم. بعد بیا محمدو بیدار کنم. همین دیگه. میبینمتون. بچه تیپ جدید اختراع کردم براتون. شلوارک با شال. برگشتنی میخوام برم کنار جنگل رو برم بهتون همه جایی نشون میدم. مام بزرگ خوشگلم، خوشگل ترین مام بزرگ دنیا. عزیزم دست بده آجی، دست بده من. جونته عزیزم. روزی شد دست قربونت برم. از مامان اینجا بکاریم بریم گاز بگیریم بریم ها نظرته؟ من میگم نهارمو برداریم بریم اینجا. آره نهار نمون سخت میشه ولی کلا همونجا بریم دور بزنیم. ما چیز وصل شد دیگه به چیز. من دارم یواش میرم یواش درست مگه وجود داره؟ دارو آستمون خدای من. البته مامینه واسه من مهم نیست. اینا زیبایی نداره تو وقتی تو اینجایی. مهمترین و قشنگترین زیبایی شمایی عزیزم. اینا اصلا معنی نداره برای من. مادیات چه ربطی داشت؟ امیر آره دارید میرید دور بزنید دور رو خواه من که میرم. آی چقدر اینجا رو دوست دارم. بد نگاه میکنی حالا بیشه که دازم ببنیم مامان. عزیز ما اونو چجوری بذاریم تو ماشین؟ فقط تا اونجایی که بیاره بالا چوب و پلنش رو ریخته بود. خدافظ مامان دیگه نیاز نیست اونقدر. بذار ببینم من میتونم. من وزنم خیلی اونقدری نیست که بتونه اینو بشکنه. بچه زبان کردی اینجوری میشه. یعنی عزیز تیکاش میره تو چشت. بکن خطرناکه. بریم کوشولو قربونت برم من. پیشی کوشول نینی کوشول. بچه اینو نزدیکشون بشی فرار میکنم. من مجبورم از دور ازشون بگیرم. خدافظ پیشی کوچولو. گلا رو بوی خوبی هم داره. بچه پروانه خیلی وقت بود پروانه ندیده بودم. باقالی ها رو ببین. سبزه ازاله نکن. باقالی ها رو ببین. وای باقالی. ای وای عزیز گفت اینو حتی نکن. این یه دونه اینجوری کندش. اینو بگیم الان بریز میگم. عزیز منو میکشه. گله رو چه گلیه؟ بچه میخواستم ایش بتونم شما اینا یه چیزی شبیه به گیلاسه فقط کوچیک‌تره. مزه آلبالو نمیده که بگم آلبالوه. گیلاساشون بالا بود. نمیدونم الان معلومه یا نه. فکر کنم نیست. اینم که بهه اصولا تو نزدیک به هوا سرد بشه میرسه. سرد که نه ولی آخرای تابستون. نمیدونم بچه من اگه اشتباه میگم چیزیو به بزرگیشون ببخشید. مثل بیشتر بچگی من اینجاها بوده. من بچگی ها تو اینجاها بزرگ شدم بچه ها. من دلم برای اینجا بعضی اوقات خیلی تنگ میشه.
فقط اینجا می‌بینی مشکلش چیه؟ حس می‌کنی همیشه رو حشره هست و من فوبیای حشره دارم، ولی سعی می‌کنم خودم رو وفق بدم. در حال آپدیت کردن خودم بودم تو هر شرایطی، حتی اگه سخت باشه. ولی اندازه دیگه داره سخت میشه. حس می‌کنم حشره‌ها تو وجودمن. نه فکر نمی‌کنم. محمد نیومده بچه. محمد چون نیومده، من ناراحتم، من تنهاییم. اگه لوس حرف میزنم و میگید بدتون میاد بدتون بیاد. من سلیقه همه نیستم. من چه واقعا بعضی وقت اینجوری میشم. گل این گل مردابه اون. بچه حسین دوست داره با جان نگاه کنیم بچه آلوچه این کوچیکا. من مثلا 10 سر آلوچه گوجه سبز هم میگم این کوچیکا آلوچه هم بزرگاش گوجه سبزه. من اینجوری تفسیر میکنم. بچه مامان من گفت با بزرگم چقدر گرفتم وای چقدر اشکست بابا کرد آلوچه ها آلوچه جنگلی. بچه اینجا تنوره. خب که ما چون کردیم یه غذا که محسوب نمیشه، یه نون تور حساب میاد که کردی بهش ما میگیم کالانای. حالا فکر کنم بزنید گوگل بیاره ولی درست نمیاره. یا توش یه سبزی و پیاز داره یا پیاز و گردو. من خودم کلا پیاز رو دوست ندارم، ولی توی کالانای پیاز و گردوش اصلا نمیدونی چقدر خوشمزه میشه. گشتم خوابم هم میاد. دیشب با بچه هم نخوابیدیم. تا فردا میتونیم میمی کنیم با هم. کجایی پیشی؟ بچه محمد اومده ناراحتم، به من نگفت و زودم نیومد، خیلی دیر اومد. من الان مثلا قهر شوزم. بذار اونوری بگیرم. واسه همین کار زد کن. من فوش نده بیشور. باشه هیچ انی نمیشه. فوشو. اون تیکه‌ای که محمد اومد و داشت ناراحت بود که من چرا نبرده، متاسفانه گوشیم پر شد. بچه دیشب من اصلا حواسم نبود دارم ولاگ میگیرم و یادم رفت شما رو. بعد اینکه الان دیگه رفتم همون، دیگه داریم آماده میشیم کم کم بریم. بعد خیلی جالب بود دیگه، هیچ وقت یه روزه نرفته بودم برگردم. مراقب خودتون باشید. حالا تو راه هم که میریم بهتون نشون میدم که چقدر اینجا خوشگل کامل، چون اصلا وقت نکردم برم جنگل. یه پیش بچه بودم دیشبم که نتونستم براتون ویدیو بگیرم. تا صبح پیش بچه ها بودیم، بعد دیگه من خونه همون دیگه. امیدوارم لذت کافی تا اینجا برده باشید. بله از اسفند میخوام بکنم. آره دختر به این خوشگلی کجا بود؟ آب بریز ما زودتر برگردیم. مگه فرق میکنه مثلا آب نیت رو از بالا سرم دور سرت بگردم، دور سرت بگردم. امان خدا. برو به خدا. بیا تو هلینا بابون. ولی بود با اشغال خواه. جوری که وسایل منو همه رو یادت میمونه. وسایل خودش همیشه جا میذاره. گوشیشو آخه کی آدم گوشیشو جا میذاره دیگه. در این حد خوابم میاد. این هم تر داده که نه با اینکا نگو، اینکه زایی چه هوا مامان ابرار رو من دیده کن فیلم
دهنم ببندم. خوشگل زیاد پیدا میشه تو دنیا، اما یکیش خیلی خوابم میاد. آخ